بعد بهش 6 قاشق ماست یونانی کم چربش رو البته اضافه میکنیم. اینجا هم بهش ترکیب پیازچو، جعفری یخزده و شیوید خشک رو اضافه میکنم که البته شما میتونید تازه‌ش هم بهش بزنید. با یه قاشق کوچولو فلفل سیاه و بعد همش میزنم. مرغمونم که کامل آبشو کشید دیگه برش میداریم. اینجوری میذارم با هم دیگه روی تخته. فقط ببین چقدر خوب پخته. اصلا هم بوی بد نمیده، خیلی هم خوشمزه میشه. اینجوری قشنگ ریزشون میکنم و به اون مخلوطی که درست کردم اضافهش میکنم و هم میزنم. دیگه آماده است. فقط کافیه که بذاریمش توی نون رژیمی و نوش جان. واقعا خوشمزه است.